احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان از مردم کشور خود خواست که از داخل و خارج قیام عمومی ملی را علیه رژیم طالبان آغاز کنند. با یک پیام آوازی رهبر جبهه مقاومت گفته است طالبان ثابت ساختند که به شریعت، قرآن و فیصله علمای سرتاسری افغانستان باور ندارند. او با اشاره به قرار شورای علمای افغانستان که جنگ طالبان علیه جنبش مقاومت را حرام خواند گفت برخلاف این قرار طالبان حمله های خود را فیصله بالای مردم پنجشیر شروع کردند که باعث کشته شدن تعداد زیادی از هموطنان ما از جمله بخش از خانواده او شد. ما نه تنها به این شهدا جگرخون و ضعیف نیستیم، بلکه از دیرباز خانواده من مثل تمام خانواده های دیگر به خاطر عزت، دین، خدا و افغانستان مبارزه کردیم و شهید دادیم، گفت احمد مسعود. وی در ادامه سخنانش از مردم افغانستان خواهش کرد که هر برادر و خواهر ما در هر گوشه این وطن که هست با هر شکلی که هست به خاطر نجات وطن از آن تصویری که پیشتر گفته شد با پا خیزد، ایستاد شود، قیام و مقاومت بکند. کسانی که به شکل مبارزه مسلحانه میتوانند ما در کنارشان حضور داریم. کسانی که تظاهرات میکنند ما در کنارشان میایستیم و از آنها حمایت میکنیم و به خاطر نجات وطن تا آخرین لحظه در کنارشان حضور می داشته باشیم، گفت او.